بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بینندگان اهل ایمان و اهل معرفت. به شبکه پندنامه خوش آمدید. ما رسیدیم به یک داستان و حکایت عبرت آموز از حضرت سعدی. در این حکایت سعدی مخصوصاً به کسانی که قدرت دارند درس‌های بسیار مهم می‌دهد که کسانی که قدرت دارند باید بدانند که خداوند طرفدار مظلوم است و دشمن ظالم. ببینیم که سعدی این داستان را چگونه بیان می‌کند و چه درس‌هایی به ما خواهد داد. سعدی می‌فرماید: وزیری را شنیدم که خانه رعیت خراب کردی تا خزینه سلطان آباد کند. یک وزیر بود که خانه یک انسان و یک مرد عادی و یک انسان عادی را خراب کرد. چرا؟ تمام ثروتش را گرفت تا خزینه پادشاه را پر کند. ثروت ای را برای دولت مصادره کرد. بیخبر از قول حکما که گفتند خدا هر که خدای را عزوجل بیازارد تا دل خلقی را به دست آرد، ایزد تعالی همان خلق را بر او بگمارد تا دمار از روزگارش برآرد. حکیمان گفتند که هر کس برای اینکه دل یک انسان را شاد کند به یک کس دیگر ظلم کند، خداوند همان شخص را بر او مسلط می کند تا هلاک شدن و مشقت او را ببیند. اشاره به آن حدیث دارد که می فرماید من اعان ظالما سلطه الله علیه. هر کس یک ظالم را کمک کند خدا همان ستمگر را بر او مسلط می سازد. آتش سوزان نکند با سپند آنچه کند دود دل دردمند. آنچه که آه مظلوم با ظالم می کند آتش با اسپند نمی کند. آه مظلوم نابود می کند خانه ظالم و ستمگر را. سر جمله حیوانات گویند شیر است و کمترین جانوران خر، و به اتفاق خردمندان خر باربر به که شیر مردم در. میگویند بهترین حیوان و رئیس حیوانات شیر است، سلطان جنگل است، و کمترین پایین ترین درجه در حیوانات خر است. اما حکیمان میگویند یک خری که بار میبرد و کمک میکند بهتر از شیر است که مردم را میدرد. مسکین خر اگر چی بی تمیز است چون بار همی برد عزیز است. گاوان و خران رنج بردار به ز آدمیانی مردم آزار. گاوان و خرهایی که بار میبرند و یک رنج را از انسان کم میکنند و یک زحمت و مشقت انسان را کم میکنند بهتر هستند از انسانهایی که به مردم آزار و اذیت و ظلم میکنند. باز آمدیم به حکایت وزیر غافل. ملک را طرفی از زمایم اخلاق او معلوم شد. در شکنجه کشیدش و به انواع عقوبت بکشت. همین وزیری که برای شاد کردن دل پادشاه خانه یک انسان مظلوم را ویران کرد، همین پادشاه از کارهای ناپسند وزیر اطلاع پیدا کرد و وزیر را به رنجهای سخت به قتل رساند. ببینید که وزیر برای شادی قلب پادشاه تلاش کرد و به کسان دیگر ظلم کرد و همین پادشاه وزیر را به انواع روش‌های سخت به قتل رساند. حاصل نشود رضای سلطان تا خاطر بندگان نجویی. خواهی که خدای بر تو بخشد
با خلق خدای کن نیکویی. این شاه کلید و بزرگترین درس انسانیت است که سعدی میگوید خواهی که خدای بر تو بخشد، خواهی که خداوند گناهانی تو را ببخشد، با تو مهربان باشد، با خلق خدای کن نیکویی. تو هم با مردم مهربان باش، تو هم نسبت به مردم ظلم نکن. آورده اند که یکی از ستم دیدگان بر او بگذشت و در حال تباه او نظر کرد و گفت وقتی که او را به قتل رساندند، یکی از این کسانی که همین وزیر در حق او ظلم کرده بود گذشت و حال او را دید و گفت نه هر که قوت بازوی منصبی دارد، به سلطنت بخورد مال مردمان به گزاف. هر کسی که یک قدرت دارد در یک منصب است، او نمیتواند همیشه مال مردم را با ستم و ظلم بخورد. شاید بخورد، اما توان به حلق فرو بردن استخوانی درشت، ولی شکم بدرد چو بگیردن در نافت. یک استخوانی بزرگ را میتوان از حلق پایین کرد، اما زمانی که اون استخوان به معده برسد شکم انسان را پاره میکند. مال مظلوم را خوردن آن دنیا جواب پس دادن دارد، مال یتیم را خوردن شکم و معده را پاره میکند. در قرآن کریم داریم که ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. کسانی که مال یتیم را با ستم میخورند، این انسانها در حقیقت آتش میخورند. نماند ستمگار به در روزگار، بماند بر او لعنتی پایدار. ستمگر در روزگار نمیماند، یک روزی از دنیا می رود، اما لعنت خدا و لعنت ستم دیده تا همیشه بر او باقی خواهد ماند. خود او از دنیا می رود، اما لعنت خداوند و لعنت مظلومان تا همیشه بر او هست، که در قرآن کریم داریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا لعنت الله علی الظالمین. لعنت خدا بر ظالمان همیشه هست. سوره مبارکه هود آیت 8. پس باید کسانی که منصب دارند، کسانی که قدرت دارند، کسانی که بازوی قدرتمند حکومت همراه آنهاست دقت کنند که روزگار همیشه با شما همراه نخواهد ماند. یک روز این ستمها جواب دارد. انشاءالله که خداوند تمام ظالمان و ستمگران را به جزا و عذاب خودش نزدیک تر کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.